همونطور که در جلسه قبلی ما اشاره کردیم، عرض کردیم که مفهوم ایران شهر، مفهوم ایران مفهومی گسترده تر از یک کشور به نام کشور ایران هست که الان در جهان به عنوان یک کشور در واقع موضوعیت داره. دلیلی هم و فکتایی هم که آوردیم، گفتیم شما الان به مثلا فرض بفرمایید ابو علی سینا میگید دانشمند ایرانی، در حالی که ابو علی سینا مثلا در شهر بلخ به دنیا اومده. چرا ما به ایشون میگیم دانشمند ایرانی؟ اگر ایشون از اهل بلخ ایرانی است که هست البته، خب پس این ایرانیت به سایر اهالی شهر بلخ هم باید اطلاق بشه دیگه، نمیشه که یه نفر فقط دانشمندشون ایرانی بشه. یا وقتی شما میگیم مولانا جلال الدین شاعر ایرانی، که ایشون هم از ابو علی سینا بخارا اشتباه عرض کردم و عرض کنم تصحیح میکنم، و مولانا بلخی، اینها یا مثلا سنایی غزنوی، اینا همه بزرگانی که به عنوان بزرگان ایرانی شناخته میشن. ممکنه یه پاسخ این باشه که آقا اینجاها به اصطلاح یک زمانی در حاکمیت ایران بوده، دولت ایران بوده، و این پاسخ خیلی دقیق نیست، چون حاکمیت زیاد در واقع هویت ساز نیست. یک زمانی ایران هم، یونان هم جزء حاکمیت امپراتوری هخامنشی بوده، اتفاقا در زمان فیلسوفان بزرگی مثل افلاطون، ارسطو. آیا ما میتونیم بگیم این فیلسوفان ایرانیان به خاطری که در اون زمان یونان تحت حاکمیت ایران بوده؟ یا مثلا فرض بزنید در زمانی که مثلا بعضی از بخش‌های ایران تحت حاکمیت مغول بوده، میتونیم مثلا بگیم سعدی شاعر مغول؟ این هم چیزی نیست. و این گزاره هم نادرسته که یک روزی افغانستان بخشی از ایران بوده. کشور ایران وارث نام ایران بزرگ شده. کشور ایران و کشور افغانستان و کشور ترکمنستان و کشوری که امروز آذربایجان نامیده میشه و ارمنستان نامیده میشه و بخش‌هایی از عراق و کردستانات، اینها همه بخش‌هایی از ایران بودن. مطالعه اسم اون ایران، بله، اسم ایران به اصطلاح عرض کنم خدمت شما فعلا به ارث خوشبختانه برای یکی از اینها، از این اگر همه اینها رو به عنوان یک برادر محسوب کنیم که از اون مادر اومدن بیرون، اسمشون فعلا برای یکی به ارث مونده. نه اینکه افغانستان جزء کشور ایران فعلی بوده، ایران جزء ایران بوده، افغانستان جزء ایران بوده. این همه به این شکل بوده. حالا ما بحثی که می داشتیم در حوزه به اصطلاح کشوری که الان افغانستان نامیده میشه متاسفانه، و حالا در آخر بحث هم متوجه میشیم چرا متاسفانه، این عرض کنم خدمت شما به عنوان بخشی از ایران، به عنوان سرزمین هرات، سرزمین بلخ سرزمینی بوده که به روایت اوستا زرتشت در اونجا در واقع بوده. پایتخت کیانیان یعنی کیخسرو، کیکاووس، لهراس، گشتاسپ، اینا پایتختشون شهر بلخ بوده. زرتشت در شهر بلخ کشته میشه. بنابراین اینجا مرکز اصلی ایرانیت در اوستا نامهای اون جغرافیا ذکر شده. حالا اسم افغانستان و مبارزه با زبان فارسی یکی از چالش هایی که در کشور افغانستان فعلی وجود داره. چرا؟ عرض میکنم خدمتتون. اول به ریشه نام افغانستان ما بپردازیم. کشوری که اکنون افغانستان نامیده میشه، جغرافیدانان و مورخین یونانی و رومی قدیم بهش گفتن آریانا، مثل استرابون آریانا. آریانا صورت دیگری از واژه ایرانه. شهر هرات که در همون لهجه هراتی بهش میگن ایرات، ایر همون ایر اول واژه ایرانه و آت هم پسوند مکانه. ایرات هم همون ایران هست، سرزمین آریاها به اصطلاح هست. بعد از اسلام اون سرزمین با بخش‌هایی از کشور ایران کنونی و بخش‌هایی از کشور ترکمنستان و جاهای دیگه بهش میگفتن خراسان بزرگ، که از حدود شاهرود فعلی شروع میشد تا بخارا و اونجاها به اون منطقه میگفتن خراسان. پس در واقع اسم‌های تاریخی افغانستان خیلی قدیمیش، یعنی چند هزار سال پیشش آریانا، از بعد از اسلام حدود 1200 سال پیش به بعدش خراسان، که از خور یعنی همون خورشید خودمون میاد، محل برآمدن خورشید در واقع معنی میده. واژه افغانستان مربوط است به اقوامی به نام افغان. این اقوام افغان یا اقوام پشتو زبان، اینها عمدتاً توسط هندی ها بهشون میگفتن افغان. حالا ریشه افغان به چه برمیگرده؟ در تعبیر عامیانش بیان کسانی که افغان و زاری میکردن، که البته خیلی عامیانه است و صحیح نیست. احتمالاً از ریشه افغان، یعنی ریشه سانسکریت باشه، چون خاستگاه این پشتون ها و این اقوام افغان سرچشمه های رود سند و کشمیر در شمال هندوستان بوده و اونجا آبهای زیادی بوده. آبکان یعنی دارنده آب یا آبان یا همچین چیزی معنی بایستی احتمالاً دنبالش بگردیم، مطمئن نیستم، ولی به اینها بیشتر میخوره که یه همچین چیزی باشه. افغان ها هم مثل سایر نژادهای ایرانی از نژاد
های آریایی هستند، از مردمان آریایی تبار هستند. حالا چرا؟ هم زبانشون مشخصه، زبان از ریشه زبان شناسی زبانهای ایرانی شرقی محسوب میشه، هم تبارشون این رو نشون میده و هم حالا اگر چیزی باشه به اصطلاح اون ژنتیکشون. عرض کنم خدمت شما این قبایل به مرور وارد خراسان شدند و اونجا رو تسخیر کردن. اولین باری که ما اینها رو به صورت جدی در قدرت می‌بینیم در پایان سلسله صفوی است که یکی از اینها به نام محمود افغان یا محمود به اصطلاح عبدالی این به ایران، یعنی به در واقع امپراتوری صفوی، به صورت یک شورش داخلی، اینم یک اشتباه بزرگه که حمله محمود افغان رو به صورت یک کشور خارجی، حمله خارجی به ایران نشون میدن، چون در واقع این در مخاطب افغانستانی و در مخاطب ایرانی اینا که اینا دو کشورن، اون یکی به اینجا حمله کرده، درسته که نه. شورش محمود افغان یک شورش داخلی بوده، مثلا شورشی که اردشیر پاپکان بر علیه اردوان پنجم انجام داد، مثل شورشی که محمد حسن خان قاجار بر علیه کریم خان زند انجام داد. اینا سلسله‌ای بودن برای حکومت و قدرت با هم می‌جنگیدن. محمود افغان هم اول معترض بودند، ولی وقتی که به اصفهان رسیدند از قندهار اومدند برای اینکه اعتراضاتشون رو به شاه سلطان حسین بدن، دیگه دیدن خب وضعیت میتونن که قدرت رو در دست بگیرن، گرفتن. بعد از اینی که در واقع اینها محمود افغان کشته شد، پسرموش اشرف افغان روی کار اومد، دیگه نادرشاه اومد و نادرشاه هم یکی از همون قبایل افغان، کس دیگری که مخالف محمود و مخالف سیاسی اشرف بود به نام احمد خان درانی رو، ایشون یکی از سرداران نادر شد. بعد از شبی که نادر در خبوشان به قتل رسید، احمد خان الماس معروف کوه نور رو برداشت و رفت در کابل و در اونجا پادشاهی مستقلی اعلام کرد. تا اون زمان هم اونجا هنوز افغانستان نامیده نمیشد. در حدود 1801 سر جان مالکوم، یک انگلیسی، واقعا با توطئه انگلیس ها، حالا که در اینجا چون ما اکثر کارها رو میگیم آقا انگلیس ها انجام میدن، خیلی ممکنه سر اونا نباشه، ولی این یه مورد دقیقاً دیگه زیر سرشون چون در تاریخ داره. سر جان مالکوم در حقیقت دولت قاجار رو در 1801 متقاعد کرد که در معاهداتش طرف در واقع مقابل رو دولت خراسان نام نبره، دولت افغانستان نام ببره. و عرض کنم خدمت شما که بعد از اون آلفنستون در واقع که اونم یک انگلیسی بود، اون هم به شاه شجاع که از همین در واقع پادشاهان پشتون تباری بود که در اون زمان در کابل حکومت میکردن، طبعا معاصر با ناصرالدین قاجار، ایشون هم اونجا واژه افغانستان رو به کار برد و بعداً دیگه این واژه یواش یواش در اونجا کاربرد پیدا کرد. افغانستان در واقع که یک قوم رو ما اسمش رو گذاشتیم برای یک کشور تاریخی، مثلا ایران رو بذاریم، مثلا اگه یک حاکم لوری داشت می‌ذاشتیم لرستان یا کردستان یا هر چیز دیگه، دست که ایران موطن همه این اقوامه. اون کشور یعنی خراسان یا آریانا هم موطن همه اون اقوامه. متاسفانه در سده اخیر ناسیونالیسم پشتونیزم در افغانستان بر ایران شهری بودن غلبه کرد. یعنی اینها با مزاج، اولا که سنی های افراطی بودن، دوما با زبان فارسی، چون زبان فارسی در واقع یکی از معیارهای اصلی اتحاد ایران شهر هست، از بخارا تا سلیمانیه تا شهر زور تا